سلام و درود، چطورین؟ خوش اومدین به یه ویدیو جدید از چنل اگه کینگ. ولی این ویدیو خاصی نیست، چون که ما ویدیو خاصی نمیذاریم تو این چنل، نه تو این چنل نه تو چنل اگه کینگ. چرا؟ چون که سورپرایز فصل. آماده این؟ از الان به بعد میتونید برید با عکس پام بزنید. بهتون تبریک میگم. برید تو ویکی فیت پامو ثبت کنید همین الان. پام شکست. بله. پام شکست. پام. عکس تامنیل. خلاصه جاتون خالی. یه هفته میشه پام شکسته. یکی از دلایلی که 10 روزم از ویدیو پیتزا میگذره همینه، پام شکسته. خب نمیشه گفت، میشه گفت خب اون 3 روز دیگه شو چیکار کردی؟ سوال سخت ازم نپرس. شاید بگی چی شد امیر؟ پات شکست. چرا پات شکست؟ همینجوری کمرت شکسته بود پاتم شکست. آره رفتیم. من نمیدونم زندگیم بعد از مثلا شاید بگم 10 سالگی، نه 10 سالگی که نه، بعد از دوران مدرسه، یعنی 7 سال اخیر، 8 سال اخیر، 8 سال از آخرین باری که من رفتم مدرسه میگذره. من چقدر پیرم. وای بچه‌ها من وقتش زن بگیرم بچه بزنم. خلاصه گفتم از 8 سال اخیر تا الان 2 بار فوتبال بازی کردم. یه بارش همین هفته پیش بود که پام شکست. یه بار دیگه‌ش هم فکر کنم یه ماه پیش بود. یعنی فوتبالی بازی نکردم، تو زمین چمن بود. هیچ. رفتم فوتبال بازی کردیم. فوتبال یوتیوبرها، ولی خب هیچ جا ثبت نشد. من بودم، حمید جیمستر بود، ماهانویل، ایمان دمور، ایمان لولو، گیم میکسر، رامان مافیا، کیاسری، شایان جی پی، اسکیلتور، جیمستر گفتم. با من دیگه، با من میشدیم 10 نفر دیگه طبیعی. آره ما 10 نفر بودیم. بازی کاملا دوستانه. اول بازی اومدم با قدرت وارد زمین شدم. ولی خب من اولی که وارد زمین شدم رفتم بازی، من حتی نیم ساعت دیرتر رسیدم به زمین. بعدی چی گفتم حالا برم دیگه، کمرم هم درد میکرد، گفتم کمربندمو بستم مخصوص و کلا تجهیزات فول. من هیچ غلطی نمیکنم. دروازه وای میستم و دروازه بانی هم حتی نمیکنم. چون نمیخوام کمرم درد بگیره. صرفا هستم. نقش این چیز تمرینی ها هست تو فیفا، دم دروازه وای میستن مانکنا، هیچ نقشی ندارم. گفتم من همینا، مثلا توپ اومد تو مسیرم، تازه مثلا از گردن به پایین خورد بهم، توپ نمیره تو. بخواد سمت سرم هم بیاد جا خالی میدم، چون عینک تو صورت، یا اصلا جا خالی هم داشت. دروازه بانی بودم که جا خالی داشت. بعد هیچ آقا ما شروع کردیم به بازی. اول بازی حالا ما اومدیم یه حرکت ریزی زدیم به ایمان لوروفا، یه لایه ریزی زدیم، یکم کونش سوش کن نداره. ولی بعدش رفتم دروازه وایسادیم 5 6 تا گل خوردم. میگفتم جدا داره حوصله‌ام سر میره و یکم عصبی میشم. تو نمیخوام دروازه بانی تلاش کنم. گفتم من حداقل بیام یکم دفاع وایسم برای 2 دقیقه مثلا 10 دقیقه دیگه زمینو بعد تحویل میدادیم. من گفتم خب بذار یه دفاع وایسم، یکم حداقل نقش دیگه‌ای تو بازی داشته باشم. بعد چی ما اومدیم دفاع وایسادیم. ایمان لوروفای اومد جلو، اومد شوت بزنه، رفتم توپشو زدم، نذاشتم شوت بزنه، اومدم فرود بیا. حالا نمیدونم پام خورد به پام، به هیچی نخورد. با این پوزیشن، این بغل پای، فرض کن این پای داره میاد، اومد اینجا اینجوری قل خورد، بعد اینجوری رفت، اینجوری پیچ خورد، من افتادم زمین و اینجوری قشنگ در اون لحظه انگار مثلا یه چوب شور تو بدنم شکست، یه تقی حس کردم. یکی انگار همون لحظه کرد تو فیها خالدون. آره دیگه همون لحظه من افتادم زمین، گفتم آی 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 بابا هیچی نشده، پاشو بابا پاشو خوب میشی. من گفتم فکر نکنم. ولی خب چون دردش هم درد عجیب غریبی نبود، یعنی مثلا یه درد ساده ای بود. گفتم خب این درد دیگه، درد میاد دیگه. یکم وایسادم دیدم نه نمیتونم، مثلا هیچ جوره نمیتونم هیچ کاری کنم. بعد دیگه هیچ رفتم بیرون نشستم و دیدم پام کم کم داره ورم میکنه. گفتم حالا شاید یه پیچی خورده، بادی کرده فلان و بیسار و اینا، بریم خونه بخوابیم. حتی خونه نرفتیم، بعدش رفتیم رستوران با بچه‌ها خوابیدم. فردا چیدم نه ورمش بیشتر شد. گفتیم چیکار کنیم؟ رفتیم دکتر. با هزار یک بدبختی مثلا ساعت 4 راه افتادم، ساعت مثلا 11 تازه مثلا تونستم بالاخره برسم به یه دکتر. مثلا گفت رفتم عکس گرفتم و فلان و بیسار و اینا، نشونه دکتره دادم، پات شکسته. جالب. گفت تو چجوری الان اینجا وایسادی؟ نمیدونم وایسادم چیکار کنم، وای نستم. چجوری داری راه میری؟ چیکار میکنم؟ شنا کنم و بعد یه جوری میومدم اینجا دیگه. قشنگ گفتم اینا نقلته نمیکنه دیگه. گفت شکسته باید گچ بگیری 6 الی 8 هفته. هیچی دیگه گچ گرفتم. الان یه هفته مینیمم 5 هفته دیگه مونده. آره دیگه خلاصه که ما رفتیم و این کارا انجام شد. بعد منم گوه خورد تو هر چی پلن داشتی، یعنی
عالی. یعنی من نمیدونم آهی منو گرفته، حتی نه گرفته، هیچ مشکلی ندارم، من به کارم ادامه میدم. ولی خب نکته اینه که من چند تا ویدیو فعلا نوشته بودم مثلا برای چنل اصلی، چنل دوم بیخیال کرده بودم. حتی چنل اصلی یکیش هم ضبط شده، الان 2 هفته است تو ادیت. ویدیو خدا وکیلی ویدیو خرکی هم هست، اونو نبینید. من اونو گرفتیم، یه ویدیو خیلی خفن، جدا خفن. حالا خیلی خفن نه، خفنه، ویدیو خفنی. من ندارم الکی گنده کنم، چون میتونستم خفن تر بسازم، هنوزم میتونم خفن تر از اون بسازم. ویدیو خوبی در واقع که دیگه پلنا به هم خورد دیگه، چون چنل دوم دیدیم بعد ولاگ پیتزا قرار بود اصلا کلا رویه رو ببرم رو ولاگ و آیارلتوری، و چنل اصلی هم همینطور، یعنی چالشی بود، ایستادنی بود، بیرون بود. چالشی که خودم دوست دارم چالشی بزنم، میشم مسابقه، تم مسابقه. ولی خب آره دیگه، اتفاقی که افتاد بودش که همشون رفت رو هوا و من دوباره برگشتم به آغوش پشت کامپیوتر. اینکه دیگه آره دیگه جکینگ بک، چنل اصلی جکینگ احتمالاً کنیم به ویدیو چالش ماینکرافت، همون مسابقه‌ای که می‌ذاشتیم تا 2 ماه آینده. میتونم راه برم طبیعتاً. اینکه همین فکر کردیم چاخلسیم، برام دعای سلامتی کنید. مرسی من می‌بینمتون. ولی جدا این چند وقت مود ترای هاردمانه، میخوام جمع کنم کارو در بیاریم. حمایت کنید اگه دوست داشتین. اگه کوسشر بود 100% حمایت نکنید، نمیخوام از کانتنت کوسشرم حمایت کنید. اگه کانتنت هم خوب بود ازم حمایت کنید. دوستتون دارم. میدونم یکم میرم میام کم پیدام، شاید بعداً راجع بهش حرف بزنیم، شاید برای اینکه بهتون بگم داخل زندگی جکینگ امیر چه خبره. همتون مرسی که ویدیو رو دیدین. اگه واسهتون سر رفت به من چه؟ شما بدترشو در نظر بگیرید. اونایی که دوست داشتن دیدن دیگه. دمتون گرم. میبینمتون. فعلا بای.